سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 12 ایون تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. بازداشت 6 تاجیک در امریکا برای رابطه با داعش، 6 نفر شهروندان روسیه بودند. مخالفت تاجیکستان برای دادن طالبان به سازمان شانگهای. پسر احمد ظاهر میگوید پدرش تاجیک بود. هشدار از سیل‌های نو روزهای 13-14 ایون در تاجیکستان. و اکنون تفصیلات خبرها. روسیه و اکثر دیگر اشتراکچیان جلسه اخیر شورای وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای طرفدار از نو فعال ساختن کار گروه سازمان شانگهای افغانستان شدند، ولی تاجیکستان به این روزی نیست. در این باره روز 11 ایون سال 2024 در مصاحبه با خبرگزاری ریا نووستی، مدیر دپارتمنت دوم آسیا در وزارت کارهای خارجی روسیه زمیر کابولوف خبر داد. سابق سفیر خاص پرزیدنت روسیه در امور افغانستان گفته است در روسیه باز هم امیدوارند که دوشنبه موقعش را در این مسئله عوض و نرمتر خواهد کرد. تا غصب قدرت در افغانستان از سوی طالبان در ماه آگوست سال 2021 افغانستان در سازمان شانگهای مقام کشور ناظر را داشت و برای پیوستن به عضویت این سازمان تلاش میکرد. در نشست‌های سازمان شانگهای نمایندگان افغانستان از جمله پرزیدنت‌هایش دائم اشتراک داشتند، ولی بعد به قدرت رسیدن طالبان نمایندگان افغانستان را دیگر به جلسه‌های سازمان شانگهای دعوت نکردند، هرچند که در بابت آینده افغانستان در این سازمان تا حال یگان قرار علیحده قبول نشده است. طالبان یک سال دوم باز تلاش دارند تا آنها را به نشست‌های سازمان شانگهای دعوت کنند. این میتواند همچون یک علامت اعتراف غیر رسمی رژیم آنها مانع شود. کوشش برقرار کردن کار گروه سازمان شانگهای افغانستان در سازمان شانگهای در حالی است که برخی کشورهای پرنفوذ این سازمان در وقت‌های آخر به طور اعتراف عملی رژیم طالبان اقدام‌های روی دست گرفتند. برای مثال خطای الکای کیا باز سفارتش را در کابل فعال ساخته، چندین هیئت بلندپایه را به افغانستان فرستاده و نمایندگان طالبان را نیز چندین بار به پکین دعوت کردند. همین طور در پایان ماه می سال جاری وزارت کارهای خارجی و وزارت عدلیه روسیه به پرزیدنت این کشور ولادیمیر پوتین پیشنهاد کردند که حرکت تندرو طالبان را از روی خط سیاه سازمان‌های در روسیه ممنوع خارج کنند. خود پوتین نیز در نشست خبریش اصرار داشت که باید واقعیت را به نظر گرفته با حرکت طالبان راه‌های مناسبت را پیدا کرد، زیرا محض امروز همین حرکت قدرت واقعی را در افغانستان در دست دارد. روز 3 ایون سال 2024 پرزیدنت قزاقستان قاسم جمارت توقایف خبر داد که قزاقستان الکای طالبان را از روی خط سیاه سازمان‌های تروریستی برآورده است تا که امکان رشد همکاری‌ها با حکومت افغانستان را که تحت نظارت طالبان قرار دارد به دست بیاورد. در این شرایط تاجیکستان از انگشت شمار کشورهایی است که به سیاست خودداری از اعتراف رژیم نو طالبان و همکاری با آن پایبند باقی میماند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون گفته بود طالبان باید پیش از همه حکومت فراگیر تشکیل بدهند که در آن نمایندگان تمام قوم‌های ساکنان افغانستان به خصوص تاجیک‌ها که به گفته امامعلی رحمون 46% اهالی افغانستان را تشکیل میدهند نمایندگی شایسته داشته باشند. تاجیکستان همچنین در قلمروش به بسیاری از مقام‌های بلندپایه حکومت قبلی افغانستان و رهبران جبهه ملی مقاومت افغانستان را که به ضد رژیم نو طالبان می جنگند پناه داده است. جای ذکر است که تاجیکستان به عنوان کشور اساسگذار سازمان شانگهای می تواند مانع از سر گرفتن کار گروه تماس با افغانستان شود. در وقتش مخالفت دوشنبه باعث چندین سال به تأخیر افتادن قبول ایران به عضویت سازمان شانگهای شده بود. تهران تنها بعد حل مشکلات موجوده با دوشنبه توانست امکان پیوستن به صف این سازمان منطقوی را به دست بیاورد. 8 زاده تاجیکستان در امریکا با اتهام رابطه با سازمان‌های تروریستی دولت اسلامی یا داعش دستگیر شدند. در این باره روز سه‌شنبه 11 ایون سال 2024 با تکیه به منابعش در نهادهای حفظ حقوق ایالات متحده آمریکا یک باره چند رسانه آمریکایی از جمله NBC، ABC نیوز، فوکس نیوز و نیویورک پست خبر دادند. بنا به گزارش‌ها این 8 زاده تاجیکستان در جریان عملیات مشترک اداره تفتیشات فدرالی و FBI
دپارتمنت امنیت داخلی و خدمات مهاجرت در لس آنجلس، نیویورک و فیلادلفیا دستگیر کردند. د نیویورک پست خبر داد که 6 تن از این 8 بازداشت شده زاده تاجیکستانند ولی شهروند روسیه اند. همه آنها از طریق مرز جنوبی یا مکزیک وارد امریکا شدند. از جمله 2 نفرش هنوز در بهار سال 2023 به اطلاع فوکس نیوز آنها را برابر عبور مرز حبس کردند، اما در اول نسبت به آنها یگان معلومات منفی پیدا نکردند. جوابشان دادند. به داشت ارتباط داشتن آنها بعدتر معلوم شده است فبر در طول چند ماه از پس آنها پویده از جمله تلفن‌هایشان را گوش می‌کرده است. منبع د نیویورک پست گفته است که هنگام صحبت با تلفن یکی از آنها درباره بمب حرف زده است و احتمالاً سخن درباره آمادگی به حمله تروریستی به مثل حمله خونین سال 2013 در دو ماراتونی در شهر بوستون می‌رفت. ترکش در ماراتون بوستون در یادتان هست میتوانست چنین یک فوجیه و یا حتی بدتر از آن دیگر باره تکرار شود، گفته است همصحبت د نیویورک پست. بر اثر حمله سال 2013 در بوستون 3 نفر کشته و 280 نفر زخمی شدند. اما فعلا به ضد 8 زاده تاجیکستانی دستگیر شده رسما اتهام تروریسم اعلام نشده است. آنها را تنها به دلیل ویران کردن قانون مهاجرت دستگیر کردند و در بازداشتگاه خدمات مهاجرت نگاه می‌دارند و سندهایشان را برای اخراج آماده کرده ایستادند. در بیانیه مشترک فبر و دپارتمنت امنیت داخلی امریکا که به دست د نیویورک پست رسید چنین گفته می شود طی چند روز اخیر ماموران خدمات مهاجرت و باجخانه امریکا چند خارجی را با دستور مقامات مهاجرت دستگیر کردند. عملیات در هماهنگی زیج با گروه مشترک فبر اوید به مبارزه با تروریسم انجام داده شد. دستگیر شدگان در انتظار بررسی جریان اخراجشان در دست خدمات مهاجرت قرار دارند. اخیراً رهبر فبر کریستوفر ری در جلسه کمیته مبلغ گذاری های کنگره گفت برخی افراد علیحده و گروه ها از خاورمیانه برای حمله به ضد امریکا الهام میگیرند و به این سبب به امریکا نیز می توانند حمله های به مثل حمله خونین در تالار کنسرت‌های کراکو سیتی هال در کنار مسکو پایتخت روسیه تهدید کند. حمله روز 22 مارس در کراکوس 145 کشته به جا گذاشت. در رابطه به آن در روسیه بیش از 20 نفر دستگیر شدند که اکثرش زادگان تاجیکستانند. از این پیش روز 2 ایون د نیویورک پست با نشر یک نامه خدمتی خبر داد که به مرزبانان ایالات کالیفرنیا امریکا امر دادند که مهاجران از 6 کشور سابق اتحاد شوروی، روسیه، گرجستان، مولداوا و ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان را که از طریق مکزیک وارد امریکا میشوند بلافاصله و بدون پرسش و چون و چرا از امریکا اخراج کنند. بر اساس این سند به مرزبانان کالیفرنیا دستور دادند که مهاجران بیش از 100 کشور دیگر خارج از امریکای شمالی و جنوبی را که از روی مکزیک وارد امریکا میشوند اجازه ورود بدهند ولی بدون ارائه حق پناهندگی. و اما مهاجران از روسیه، گرجستان، مولداوا، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان از حق ورود به امریکا مطلقاً محروم گردیده به مرزبانان کالیفرنیا اجازه دادند که آنها را از خط مرز عقب برگردانند و بازپس به مکزیک بفرستند. سبب از مهاجران بیش از 100 کشور دیگر جدا کردن و در شرایط بازم سخت‌تر قرار دادن مهاجران از شوروی سابق از جمله مهاجران تاجیک شرح داده نشده بود. یادآور میشویم چند وقت باز روی مکزیک به یکی از مسیرهای عمده برای انتقال مهاجران غیر قانونی به امریکا تبدیل یافته است. اخیراً از این راه برای رسیدن به خاک امریکا هزاران مهاجر از اتحاد شوروی از جمله از روسیه و کشورهای آسیای مرکزی به خصوص زادگان ازبکستان و تاجیکستان فراوان استفاده می بردند. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. رشاد زوهر پسر آوازخوان شورتیار احمد زوهر روز 11 میون سال 2024 در نشست خبری در دوشنبه به بحث تاجیک و پشتو بودن پدرش نقطه گذاشت و گفت بابایم عبدالزوهر و پدرم احمد زوهر تاجیک بودند. رشاد زوهر و پسرش یاسین زوهر روز 9 ایون وارد دوشنبه شدند و 2 هفته در تاجیکستان خواهند ماند. آنها از جمله روز 14 ایون در شب یادبود احمد زوهر در کاخ سروش در سالگرد 35 قتل بلبل شرق برگزار می شود اشتراک خواهند کرد. قرار است در این شب یادبود آوازخوان‌های شناخته و هوسکارانی که در پیروی از احمد زوهر ترانه می‌خواندند هنرنمایی کنند. روز 11 ایون رشاد زوهر برای خبرنگاران تاجیک
نشست خبری برپا کرد. بنا به گزارش میروفرین نجیب خبرنگار از پلیوز، در این نشست خبرنگاران از رشاد ظهیر پیرامون توجیه و پشتو بودن پدرش سر و صداها در اطراف مرگ احمد ظهیر وضع امروزه هنر در حد طالبان پرسیدند. رشاد ظهیر گفت عبدالظاهر پدر احمد ظهیر و بابای او زاده منطقه دیمزنگ در کنار کابل بوده. اجدادان آنها اصلا از ولایت لغمان می باشند. اولا احمد ظهیر از همین جا است، اما اگر حقیقت رو بگویم اجداد ما 80% تاجیکند. ما تاجیکیم، ما هم ملتیم، گفت رشاد ظهیر. رشاد ظهیر همگی 10 سال داشت که پدرش کشته شد. او درباره قتل پدرش هم گفت که احمد ظهیر را از ما بردند و بعد 3 ماه مرگ احمد ظهیر آهنگساز شهیر فضل محمد نی نواز را که بیشتر برای احمد ظهیر آهنگ ایجاد میکرد نیز از میان برداشتند. اما رشاد ظهیر مشخص نگفت که در مورد قتل پدرش چه دلیل ها به دست آورده است و کی را در قضیه گناهکار می‌سازد. رشاد ظهیر از وضع امروزه هنر در افغانستان اظهار نگرانی کرد. در زادگاه احمد ظهیر به فرهنگ و هنر و موسیقی ارج می‌گذارند. در جایی که هنر ارزش ندارد باید ترسید، باعث نگرانی است، ابراز داشت و همچنین به شکستن لوحه قبر احمد ظهیر اشاره کرده. گفت که پدرم با خدا نزدیک بود و هرچی کنند هم محبت او از قلب‌ها زدوده نمی‌شود. فرزند احمد ظهیر همچنین گفت شدم که اخلاصمندان وی را در تاجیکستان با قلب‌های پر از مهر می‌بینم. احمد ظهیر 14 میلیون سال 1946 در خانواده عبدالظاهر یک شخصیت سیاسی شناخته افغانستان به دنیا آمده. 14 میلیون سال 1979 در روز زادروزش در سن همگی 33 و در عین اوج شهرتش به قتل رسانیده شد. احمد ظهیر را یکی از بزرگترین خوانندگان فارسی زبان عصر 20 می‌شمارند و گذشت سالیان و به میدان آمدن آوازخوان‌های نو به نو هم نتوانست از لشکر عظیم و پرهیبت مخلصان صدای این بلبل شوریده شرق بزدایند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان به سهم ساکنان و میهمانان جمهوری می‌رساند که بر اساس معلومات هواشناسی روزهای 13-14 ایون سال 2024 در ناحیه‌های کودامن و کوهستان توبه مرکز و ولایت سوخت خطر فرو ریختن سیل‌ها باقی می‌ماند. به این دلیل کمیته ولایت‌های فوق‌العاده از ساکنان و میهمانان تاجیکستان خواهش می‌کند که در دوام این روزها از رفتن به ساحل و کول و دریاها، همچنین از سفر به منطقه‌های کوهستانی خودداری کنند. همچنین از ساکنان خواسته شده است که سیل پرتوها و جوی و سایه‌ها را در اطراف کنار خانه‌ها و محل زیست خود از پیش تازه کنند. در صورت پیش آمدن یگان حادثه فوق‌العاده ساکنان و میهمانان جمهوری می‌توانند به این رقم‌ها زنگ بزنند: 112 223 13 11 221 91 19. یادآور می‌شویم دوام ماه مای تاجیکستان به چندین موج آفت‌های طبیعی اساساً سیل و بارشات شدید روبرو شد. در نتیجه دهان نفر به هلاکت رسیده، به اقتصاد جمهوری و به ساکنان به مبلغ 10 میلیون سومانی ضرر رسید. صبح دوم ماه سال 2024 تقریباً ساعت 9:40 راننده ماشین تمغه تویوتا عمروف شامیرزا بهرونوویچ سال تولد 1997 ساکن شهر پنجکند هنگام حرکت در شوروی دوشنبه خوجند از سمت ولایت سوخت به سمت شهر دوشنبه در کیلومتر 32.60 شوروی نویه ورزاب از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده و ستون بین روی ماشینگرد برخورده است. در نتیجه خود راننده عمروف و مسافرانش عثمانوف محمد علی سال تولد 2004 خدای قلو و سنم سال تولد 1962 ساکنان شهر پنجکند جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. مسافران دیگر ماشین مذکور غفورov بهادر سال تولد 1994 و خدای قلو و همروی سال تولد 1965 ساکنان همانجا جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. شب 9 ایون سال 2024 تقریباً ساعت 22:40 راننده ماشین تمغه اوپل زفیر امینوف انور سال تولد 2000 ساکن شهر خوجند هنگام حرکت در روی ماشینگرد همین شهر بعد گذشتن چهارراه چشمه از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده دوچرخران سلیمانوف رحمت الله سال تولد 2000 ساکن نویه باباجان غفوروف را پخش نموده است. در نتیجه دوچرخران مذکور جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. دوم ایون سال 2024 تقریبا ساعت 2:55
راننده ماشین تمغه تویوتا کمری فیضعلی سعدالله سال 1998 ساکن نویه شمس‌الدین شاهین هنگام حرکت از سمت شهر نورک به سمت شهر وحدت در حدود دهه ایلوک شهر وحدت اسوده دوره واسطه نقلیات نبرآمده نابالغ نورزاده مزدلیفه سال 2014 ساکن شهر مذکور را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ نورزاده جراحت‌های وزن جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه به هلاکت رسیده است. اوید بین حادثه و تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه روشقله با عریضه مرد 31 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 9 ایون سال 2024 شخصان نامعلوم به طریق پنهانی به منزل استقامتیش در آمده از داخل جیوان 20,000 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی و اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 19 ساله ساکن امین نویه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید بین حادثه تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی و اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 33 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. گمان برشونده ماه آگوست سال 2022 در محله 33 شهر دوشنبه با راه فریب به باوری جوان 25 ساله ساکن پایتخت در آمده برای از نو برقرار نمودن به دانشگاه از او در 3 مرحله در عموم 43,000 سامانی گرفته به منفعت شخصیش صرف نموده است. نسبت گمان برشونده پرونده جنایتی با ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.